اومدیم بازار پشت حرم آستانه. تا آخر ولاگ با ما همراه باشید. پیاز گوجه علمان داره. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که میدونم مثل همیشه حالتون خوب نیست. ما هم همینطور هستیم، ولی قول این بلاگ رو به خیلی از عزیزان داده بودم و در تاریخ 9 دی ماه روز دوشنبه ساعت 6 غروب ضبط شده و به احترام عزیزانی که بهشون قول دادیم در این کانال قرارش میدیم. بلاگ مربوط به بازارچه پشت حرم آستانه اشرفیه است که توضیحات کاملتر رو در طول بلاگ به شما عزیزان میدیم. این بلاگ تقدیم میشه به جاویدنام، فرزند ایران، رامین سحری از آستانه اشرفیه. نون کشتا خسته نباشی همون نون کشتاه. آجیل
اونو کلی داخل فر بنیاد جمک آره این تایی میگم بادوم سوخته میگم نباتی هم سویا بادام زمینی خام این نمک میبینم بادوم نم عنابه و ماشه هم 350 خسته نباشه 340 بادوم تازه بادوم متوسط 180 ماجور مخفی خسته نباشه اینجا ماجی داره برشته بود من بادوم تازه دستگاه برشته این خام این خامه اون دستگاه داره برشته میکنه اینجا هم حاجی داره نمک خسته نباشه حاجی نمک بزنم آره که با اون میپاشن رو نمکی بشه کنم برنج یا آردیش قاطیشه اینجور خوشگل میشه تخمه داغ بده نمک بده روی سنتی عدویل اون بار دارم قیمتم پایین تره فندق
بهترین نوع کیلو 400 380 400. من آدم نیستم که دیگ روی میخوای به اینا میگن قابلمه رشتی. قشنگتر بود. اینجا وسایل سفالی. اینا نمککار یا نمکیار برای سابیدن و خرد کردن و نمکیار 450. منبوی لواشک چای. پشت حرم هر چی میخوای بیا اینجا. ارزون میخوای بیا اینجا. اینجا واویشکایی هاش هم کبابی واویش. سلام عمو. خسته نباش. بله. مرسی جان. ممنون. مرسی. عطر واویشکا میاد. گرکی و براتون که داخلش فیلمه.
دل قلبه خوشگوشت. سلام خسته نباشید. آویشگاه پرسی 140 ها. بله دست شما عالی، جغول بغول. نه ماشاءالله. سلام مرسی ماشاءالله. تا انتها واویشگاه. به این سینی درست نکرده، جاتون خالی. این هم جیگره. سلام بلونیس. اوکی. چی داره؟ کنم دوغ داره. این کنان کشتا داره. دستت بنده قربونت. جا معدن نونه. حسن نباشم. این نون تمیجانه. این کشتاه. این کشتاه. این اون خلفه است. این نون چیه؟ برنجی یا خلفه؟ لاسنا برنجی. آن لاسنا. چه صدای بال. کشتاه توش کدو داره. یکی دیگه جان بادوم داره برشته میکنه. سلام خسته نباشید. قبلا یکی دو تا میذارم. همچه تروچه این قسمت هم که کلان صنایع دستیه. الان خیابون رو برمیگردیم. خیابون رو برگردیم. قسمت عطر بادامه. این برنجکه. روزی یه خورده سخت کنیم. نام بادومای روکشدار. آقا از من کشاورز حمایت کنین آقا.
اون چیزا مال ایشون اینجاست دیگه، کیا شرگوجا. اینجا معدن گمج و ایناست. کانال آشپزی اون اگه برفار دیده باشین همه رو همینجا خرید. آدام داغ همراه اونه به کجا سلام، خسته نباش. Mister potato. دو چیه ترکیبشه؟ جگر سفید، خوشگوشت و روده، پیاز و گوجه. دنبه هم داره یا نه؟ دنبه هم میذارم، دنبه هم بشن. حد